سلام، رضا تاریبشیر هستم. امروز 5 اردیبهشت 1402 اینجا مرزداران است و میخوایم درباره آقای آناکسیمندر صحبت کنیم، فیلسوف دوم پس از تالس. یه دو سه تا نکته دانشنامه‌ای بهتون بگم. یکی این که اول هم تالس هم آناکسیمندر هم 3-4 تایی بعدی از فیلسوفان معتبر آغازین در یونان از منطقه ملتیه بودن. ملتیه یه جایی حدوداً شمال ترکیه فعلی و جدا از سرزمین اصلی یونان، جدا از ایونیه. دومین نکته این که این دوستان فلسفه رو با دانش آمیخته بودند، چون در آغاز در طلوع فلسفه در حقیقت فلسفه و دانش مفهوم امروزی کلمه از همدیگه جدا نشده بود. اما امروز کمابیش، نه 100%، فلسفه از دانش جدا شده. دانش راههای خودشو داره، برای مثال جاذبه، نمیدونم فشار گازها و غیر و غیره، یه روش هایی دارد، یه نتایجی دارد، یه آزمون هایی دارد با اثبات پذیری و ابطال پذیری و با فلسفه کم و بیش متفاوت است. اما در آغاز فلسفه 2600 سال قبل، حدود 100 سال قبل از حمله داریوش، این آقایون بودند. فلسفه با دانش درآمیخته بود کمابیش. این نکته دوم. نکته سوم که خدمتتون بگم، این مهمه، در کل تاریخ فلسفه یونان مهم است و هنوز هم به هر حال پیروانی دارد. یونانیان اعتقاد داشتند، بیشتر اعتقاد داشتند طبق دین و اساطیرشان، که جهان ازلی و ابدی است. جهان، کیهان، گیتی، هستی، یه وجودی هست که همیشه وجود داشته و دارد و خواهد داشت و فکر میکنن که محال عقلی است که بتوان از هیچ چیزی را پدیدار کرد. این در بستر فلسفه یونان یه نکته اساسیه و مد نظر قرار بدید. بعدن که وارد دینهای اسلام، مسیحیت و یهودیت میشیم، وارد این داستان میشیم که خداوند از مطلق هیچ، از عدم، از مطلق نچیز چیزی را پدیدار کرد، برخلاف فلسفه یونان. یعنی میخوام بهتون بگم که 2 تا سیستم متفاوت ذهنی درباره آغازش جهان هست. یونانیان اعتقاد داشتند که جهان ازلی و ابدی است، همیشه یه وجودی بوده. در تعبیر این وجود تفاوت داشت نظریات اونها، ولی فرضشون این بود که چیزی هست، خاوسی، چیزی فلانی، بی‌نظمی، ولی چیزی هست. اما دینهای اسلام و یهودیت و مسیحیت اعتقادشون بر این بود که خداوند از مطلق هیچ چیزی رو پدیدار کرده است. این 2 نکته رو مد نظرتون قرار بدید. یه نکته دانشنامه‌ای درباره خود آقای آناکسیمندر بگویم و آن این است که این آقا مثل تالس دانشمند بود. ثبت شده در تاریخ که این آقا اولین نقشه‌های دریایی را کشید. میخوام ذهنیت رو بهتون بگم، به هر حال زمینه و بستر مهمه که بدانیم. یه مختصری مهم است در برداشت از مسئله. یا مثلا یه دیدگاه تکاملی داشته آن زمان 2600 سال قبل که احتمالاً انسان از موجودات دیگر، از حیوانات دیگر تکامل پیدا کرده به دلایلی خاص که میتونید سرچ کنید و جستجو کنید و پیدا کنید. این درباره آغاز فلسفه با آقای آناکسیمندر. حالا میخوایم وارد داستان فلسفهش بشیم.